بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز شنبه 22 رجب المرجب سال 1445 هجری قمری برابر است با 14 دلو سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با 7 فوریه سال 2024 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها: دیدار معاون مقام ولایت با وزیر فواید عامه کشور و تاکید بر بازسازی سرک‌های ولسوالی ها در هرات. گردهمایی بزرگ مردمی اهل تشیع در هرات پیرامون حمایت از نظام امارت اسلامی و ختم دوره آموزشی مهارت‌های زندگی در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات. مشروع اخبار: معاون والی هرات در سفر به کابل با وزیر فواید عامه کشور دیدار نمود. مهاجر فراهی سرپرست معاونیت مقام ولایت هرات در سفر به مرکز کشور با ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه کشور دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار معاون والی هرات خواستار بازسازی سرک‌های برخی از ولسوالی‌های این ولایت شد و بیان داشت که در حال حاضر مردم در برخی از ولسوالی‌ها از سرک معیاری محروم هستند. وزیر فواید عامه کشور نیز گفت که در بخش ترمیم سرک‌ها از هیچ تلاش دریغ نمی‌کند. گردهمایی بزرگ مردمی اهل تشیع در ولایت هرات پیرامون حمایت از نظام امارت اسلامی برگزار شده است. در این گردهمایی شهروندان اهل تشیع هرات حمایتشان را از تطبیق احکام شرعی از سوی امارت اسلامی اعلام نموده و هر گونه شایعات را که سبب تفرقه افکنی شود مردود می‌خوانند. شعیب جلالی گزارش می‌دهد. گردهمایی مردمی شهروندان اهل تشیع در هرات برای تاکید بر حمایت از نظام امارت اسلامی. این نشست که با حضور شمار زیاد از علما، متنفذین و بزرگان اهل تشیع هرات در شهرک المهدی جبرائیل برگزار شده، از تطبیق احکام اسلامی از سوی امارت اسلامی ابراز رضایت نموده و شایعه افکنی میان ملت و دولت را مردود می‌شمارند. امروز وحدت ما می‌تواند اقتدار ما را حفظ کند. وحدت ما می‌تواند صلابت و عظمت ما را حفظ کند. وحدت ما می‌تواند استقلال ما را حفظ کند. وحدت ما می‌تواند توانمندی، انرژی و نیروی ذخیره شده کشور ما را در مسیر درستش هدایت کند. از سوی هم شمار دیگر از اشتراک کنندگان این گردهمایی مردمی از تطبیق برنامه‌های امارت اسلامی در کشور حمایت می‌کنند. اگر کسی بخواد ایمانش محکم باشد یا قوی باشد، باید در جامعه دینی و اسلامی هم حیا را رعایت بکند، هم حجاب و هم گفتمانی که باید در یک جمع بیان بکند و سخن بگوید رعایت مسئله حیا و ایمان داشته باشد. مردم ما حامی این نظام است. مردم ما برای تقویت این نظام تلاش میکنند، مالیات پرداخت میکنند، تابع قانون هستند. باید یادآور شد که پس از حاکمیت امارت اسلامی همه اقوام ساکن در کشور به گونه مسالمت آمیز تحت پرچم امارت اسلامی زندگی میکنند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از ختم یک دوره آموزشی مهارت‌های زندگی با همکاری این ریاست از سوی کانون علمی فرهنگی فروغ خبر می‌دهند. مولوی احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ بیان داشت که هرات یک شهر علمی و فرهنگی بوده و نیازمند برگزاری همچون پروگرام‌ها میباشد. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌افزاید جوانان ستون فقرات جامعه بوده و به خاطر اینکه در آینده مسئولیت حکومتداری به دوششان میباشد باید سطح علمی فرهنگی خیش را ارتقا دهند. مسئول کانون علمی فرهنگی فروغ میگوید آنان در این برنامه تلاش نمودند تا مهارت‌های زندگی را بر اساس دین مبین اسلام برای جوانان و نوجوانان توسط اساتید ورزیده آموزش دهند. این در حالی است که در این پروگرام از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ به تعداد 50 جلد کتاب برای جوانان و نوجوانان حاضر جهت افزایش معلومات توزیع گردید تا پیرامون شناخت امارت اسلامی معلومات مزیدی را به دست آورند. مسئولان در ریاست مواد نفت هرات میگویند 40% از تانک‌های تل داخل شهر معیاری شده است. سید حفیظ الله عاصم رئیس مواد نفتی هرات میگوید که به منظور جلوگیری از واقعات احتمالی آتش سوزی فعالیت تمامی تانک‌های تل در این ولایت معیاری خواهد شد.
سید آسی میگوید که در حال حاضر 40% از تانک‌های تل معیاری شده و این روند همچنان ادامه دارد. وی علاوه می‌کند که از مجموع 190 تانک تل که در شهر و ولسوالی‌ها وجود دارد 40% از آنان معیاری شده است. رئیس مواد نفتی هرات همچنان از افزایش عواید این اداره خبر داده میگوید که در ماه جدی اداره وی 1.6 میلیون افغانی عواید داشته که نسبت به سایر ماه‌ها 22% افزایش را نشان می‌دهد. رئیس مواد نفت همچنان بیان داشت که این اداره در کنترل قیمت‌های نفت و گاز در این ولایت تلاش جدی نموده و در طی زمستان کنونی از بلند رفتن نرخ جلوگیری کردند. در همین حال شهروندان هرات نیز از معیاری سازی تانک‌های تل استقبال نموده و میگویند که باید تمامی تانک‌ها به امکانات ضد آتش سوزی مجهز باشند. بیش از 4000 تن مبتلا به مواد مخدر تحت تداوی قرار دارند. مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هرات میگوید که بیشتر از 4000 تن از معتادان به مواد مخدر تحت درمان این مدیریت قرار دارند و افزود که تعداد زیادی نیز صحتیاب شده و با آغوش خانواده‌هایشان برگشتند. همچنان تیم سیار صحیه ریاست صحت عامه هرات همه روزه جهت کنترل نمودن از وضعیت جسمی و روحی به خاطر بهبودی این مریضان ادویه‌جات لازم را توزیع می‌کنند. این در حالی است که شمار زیادی از این مریضان در هفته آینده شامل کورس‌های فن و حرفه، مهارت‌های خیاطی و دیگر بخش‌ها خواهند شد. امتحان عملی لیسانس از متقاضیان جواز رانندگی مدیریت پلیس ترافیک ولایت هرات اخذ گردید. به تعداد 274 تن که قبلا درخواست جواز رانندگی نموده بودند، بعد از طی مراحل اسناد و سپری نمودن صنف آموزشی قواعد رانندگی به صورت عملی از آنها امتحان به حضور داشته هیئت اخذ گردید. قابل ذکر است که از این میان 196 تن موفقانه امتحان را سپری نمودند. 2 کارخانه مواد مخدر در قریه گنداب مرکز ولایت غور کشف و حریق گردید. مسئولان کشفی و استخباراتی در آمریت کشف استخبارات 0700 لواء 4 در هماهنگی با آمریت مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت غور 2 کارخانه مواد مخدر را کشف و حریق نمودند. قابل یادآوری است که این 2 کارخانه مواد مخدر حدود 550 کیلوگرم یومه در آن ساخته میشد و در منطقه گنداب مرکز ولایت غور قرار داشت کشف و توسط نیروهای امنیتی به آتش کشیده شد. مسئولان در اداره ورزش هرات میگویند که آنان در هر ولسوالی یک نماینده را برای رشد ورزش و ورزشکاران تعیین نمودند. مولوی محمود مشفق آمر تربیت بدنی این ریاست میگوید این نمایندگان وظیفه پیشبرد امور ورزشی را در ولسوالی ها به عهده دارند. مولوی مشفق می‌افزاید آنان با اجرای نمودن این پلان توانستند ورزش را از سطح شهر به ولسوالی ها و از آنجا به قریه‌جات گسترش دهند. آمر تربیت بدنی و ورزش هرات می‌افزاید همکنون مسابقات گوناگون در سطح ولسوالی های هرات راه اندازی شده که تمامی ورزشکاران با آن دسترسی دارند. وی می‌افزاید تلاش می‌کنند تا مشکلات سد راه ورزشکاران را در این ولایت رفع نموده و برایشان در راستای راه اندازی مسابقات سهولت‌های بیشتر را فراهم سازند. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز، سلام بر شما. شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. یک شنبه شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8 پایینترین 1 درجه سانتیگراد. غوریان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 پایینترین 0 درجه سانتیگراد. کرخ آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2 پایینترین -4 درجه سانتیگراد و همچنین پشتون زرغون آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 پایینترین -1 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. دیدار معاون مقام ولایت با وزیر فواید عامه کشور و تاکید بر بازسازی سرک‌های ولسوالی ها در هرات. گردهمایی بزرگ مردمی اهل تشیع در هرات پیرامون حمایت از نظام امارت اسلامی و ختم دوره آموزشی مهارت‌های زندگی در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات.
بینندگان عزیز، از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار.